سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این آموزش میخوام تکنیک مدل سازی این کنسول رو بهتون یاد بدم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون بیاد و حتما نظرتون رو بعد از تماشا کردن این آموزش برامون کامنت بذارید. خب بریم با هم تکنیک مدل سازی این مدل کنسول رو یاد بگیریم. اگه از 3D Max 2018 به بالا استفاده میکنید، از منوی فایل میتونید گزینه ویو ایمیج فایل رو بزنید و اون تصویری که میخواید از روش مدل سازی کنید رو لود کنید و روی برنامه داشته باشید. اما اگر از 3D Max های قدیمی تر استفاده میکنید، از منوی رندرینگ میتونید به این گزینه دسترسی داشته باشید. خب برای اینکه این کنسول رو مدل کنم، میام در قسمت شیپ ها یک مستطیل رو انتخاب میکنم. ابعادش رو میتونم تغییر بدم. عمقش رو روی مثلا 35 سانتی متر میتونم بذارم و طولش رو روی 140. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، راست کلیک میکنیم و در قسمت کانورت گزینه کانورت تو ادیتیبل اسپلاین رو انتخاب میکنیم. در قسمت ورتکس ها تمامی ورتکس ها رو انتخاب میکنیم. اگه کلید کنترل و A رو هم بزنید، سریعتر میتونید این کار رو انجام بدید. میایید در زیر مجموعه ورتکس گزینه فیلت رو انتخاب میکنید و شروع میکنید اینها رو انقدر فیلت میکنید تا این ورتکس ها به هم برسند و راست کلیک میکنید و از ابزار فیلت میتونید خارج بشید. میایید بالاتر در قسمت اینترپولیشن گزینه ادپتیو رو هم میزنید برای اینکه خط شما یک خط نرم و بدون شکستگی باشه. خب این بدید پرسپکتیو، ما تمام قسمت کنسول رو میخوایم به کمک این لاینی که ایجاد کردیم مدل سازی کنیم. به خاطر همین ازش یه بار کپی میگیرم که بعدا دوباره بتونم از این استفاده کنم. خب این قسمت ابتدایی رو انتخاب میکنم و بهش یک مودیفایر اکسترود رو نسبت میدم به اندازه مثلا 40 سانتی متر. میتونم بهش ارتفاع بدم یا شاید کمتر 35 سانتی متر رو میتونم برایش در نظر بگیرم. برای مدل سازی این دوتا قسمت تسمه‌ای که در پایین و بالا قرار گرفته، یک کپی دیگه از این لاین میگیرم. این رو دقیقاً در قسمت بالای حجممون قرار میدم و در قسمت رندرینگ این دوتا گزینه رو فعال میکنم و روی حالت رکتانگولار میذارم برای اینکه این تبدیل بشه به یک تسمه. خب ضخامتش رو بیشتر میکنم، ارتفاعش رو میبرم بالاتر. به کمک گزینه لنف میتونم این کار رو انجام بدم. گزینه پایینیش رو هم یک مقداری افزایش میدم، مثلا بالا رو روی 2 سانتی متر میتونم بذارم و ضخامتش رو هم روی مثلا 3 دهم برای اینکه 3 میل ضخامت رو داشته باشه. خب این رو کانورتش میکنم به ادیتیبل پلی و ترازش میکنم با بالای کارمون که دقیقاً لب به لب بشه و یک کپی هم میگیرم برای قسمت پایین. این رو هم تراز میکنم با قسمت پایین مینیمم به مینیمم برای اینکه دوتا تسمه رو هم برای بالا و هم برای پایین کارمون این دوتا تسمه طلایی رو بتونیم ایجاد کرده باشیم. خب در مرحله بعد میخوایم این قسمت هایی که به شکل یک استوانه هست رو دور تا دور کارمون در بیاریم. یک بار این قسمت اصلی کارمون رو انتخاب میکنم. این رو هم کانورت میکنم به ادیتیبل پلی و یکی از اج ها رو انتخاب میکنم. کلید شیفت رو نگه میدارم، روی اج بغلیش کلیک میکنم تا اج های دور تا دورش برامون انتخاب بشه. خب گزینه کانکت رو میزنم، دوتا کانکت ایجاد میکنم، اینها رو باز میکنم تا به قسمت تسمه هایی که ایجاد کرده بودیم برسند. خب این کارو که انجام دادم دیگه این لاین ها الان تا بالا و پایین نرفتن و فقط توی این محدود ما میتونیم این لاین رو داشته باشیم. خب یه دونه از این لاین ها رو انتخاب میکنید. در پارامترهای ادیت پالی روی گزینه Create Shape from Selection میزنید و روی حالت لینیر یک کپی از این موضوع میگیرید. از زیر مجموعه اج خارج میشم برای اینکه بتونم اون نمونه‌ای که برداشتم رو انتخاب کنم. خب این نمونه‌ای هست که ما ایجاد کردیم. در پارامترهای این لاین میم حالت مستطیل رو به حالت دایره تغییر میدیم و ضخامتش رو بیشتر میکنیم برای اینکه بتونیم این رو تبدیل کنیم به یک استوانه. خب میتونیم ضخامت این تسمه هامون رو هم کمی بیشتر کنیم برای اینکه در واقع بیان و برسن به این قسمت استوانه‌ای.
برای اینکه اینا رو بتونیم یه ضخامت بیشتری بهشون بدیم، همون ابتدا میتونستیم ضخامتش رو ایجاد کنیم، اما اگه این کارو نکردید بعداً میتونید دور تا دور این حجمتون رو بگیرید و به کمک اکسترود یک مقداری اینها رو بیشتر کنید و به این صورت این رو داشته باشید. خب میتونم قسمت پایین رو هم پاک کنم و مجدداً یک کپی از این بگیرم و بذارم برای قسمت پایین به این صورت. خب ضخامت این رو میتونم یه مقداری تغییر بدم، تعداد سایدش رو بیشتر میکنم برای اینکه این تبدیل بشه به یک دایره دقیقاً و میتونم ضخامتش رو روی 1 سانتی متر بذارم یا شاید کمتر، روی 8 دهم. خب از اینکه این کار رو انجام دادیم، یه دونه از این قسمت ها رو که ایجاد کردیم باید دور تا دور این موضوع این رو کپی بگیریم. یه بار دیگه از اون لاینی که در ابتدا ایجاد کرده بودیم یه کپی میگیرم، میارم بالا و در این قسمت قرار میدم. خب این لاینمون رو انتخاب میکنیم. بذارید من فقط این دوتا موضوع رو نگه دارم برای اینکه بهتر متوجه بشید. خب اون استوانمون رو انتخاب میکنیم که میخوایم ازش کپی بگیریم. کلید شیفت و آی رو فشار میدیم، یک پنجره برامون باز میشه. اگه گزینه پیک پت رو بزنید میتونید مسیرتون رو مشخص کنید و تعدادش رو افزایش بدید که شروع میکنه از حجم شما توی این مسیر کپی میگیره. از اینکه تعدادش رو مشخص کردید گزینه اپلای رو میزنید و از این پنجره خارج میشید. خب اون قسمت اولی که داشتیم رو دیگه نیاز بهش ندارم، اون رو دیلیتش میکنم. تمامی اینها رو انتخاب میکنم و با هم اتچ میکنم. یه بار کانورتشون میکنم به ادیت پالی. دقت کنید که الان توی صحنه ما فقط این استوانا هستن، بقیه رو من در واقع از دید خودم مخفی کردم. با استفاده از کلید آلت و کیو ما میتونیم چیزهایی که انتخاب کردیم رو به حالت ایزوله در بیاریم. خب یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم، در پارامترهای ادیت پالی روی ستینگ اتچ میزنم و در این پنجره میتونم تمامی این قسمت ها رو در این لیست مشاهده کنم. یک بار کلید کنترل و ای رو میزنم و تمامی اینها رو انتخاب میکنم و اینها رو با هم اتچ میکنم. خب میبینید که تمامی این قسمت ها با هم اتچ شد. خب برای اینکه اینا بیان دقیقاً سر جای خودشون قرار بگیرن، یک بار اینا رو انتخاب میکنیم به کمک ابزار الاین. از این بالا ابزار الاین رو انتخاب میکنیم و این موضوع رو سلکت میکنیم و میگیم که در سنتر به سنترش بیاد، از لحاظ هر سه محور قرار بگیره. خب حالا میبینید که این بافتی که ایجاد کردیم دقیقاً اومد سر جای خودش قرار گرفت. خب در مرحله بعد ما باید پایه رو به کارمون اضافه کنیم و یک سری جزئیات دیگر رو هم به این مجموعه اضافه کنیم برای اینکه مدلمون کامل تر بشه. ما برای قسمت صفحه بالا یک کپی دیگه از این موضوع میگیرم، میارمش بالا، دقیقاً روی سطح کارمون قرارش میدم. از نمای تاپ یک مقداری این رو اسکیلش میکنم تا از کارمون بزنه بیرون. از اینکه این کار رو انجام دادم یه اکسترود به این میدم به اندازه مثلا 1 سانتی متر و کانورتش میکنم به ادیتیبل پولی. قسمت بالاش رو انتخاب میکنم و به کمک بول 1 سانتی متر هم این رو به سمت داخل بول میکنم یا شاید کمتر این کار رو انجام میدم. خب به این صورت صفحهش رو هم تونستیم مدل کنیم. برای این قسمت وسط که میبینید یک نوار طلایی قرار گرفته، میام یک باکس رو در این قسمت رسم میکنم. یک باکس رو توی این فاصله رسم میکنم و بعد جاش رو تنظیم میکنم. این باید دقیقاً در وسط این کنسول ما قرار بگیره. ببینید بچه‌ها ابزار الاین رو حتما یاد بگیرید چون خیلی کاربرد داره و بهتون کمک میکنه که بتونید سریع کارهاتون رو انجام بدید. خب این رو باریکش میکنم تا دقیقاً مثل یک تسمه در این قسمت قرار بگیره. دو تا از این استوانه ها رو هم میخوایم به رنگ طلایی در بیاریم. دوباره از دید فرانت این قسمت رو انتخاب میکنیم، به کمک المنت میتونیم دونه دونه اینا رو انتخاب کنیم. خب مثلا میشمارم و 20 تا از این سمت میشمارم، یکی رو انتخاب میکنم و 20 تا هم از این سمت. بعد از اینکه این دوتا رو سلکت کردید گزینه دیتچ رو میزنید برای اینکه اینها رو جدا کنید و دیگه ربطی به این مجموعه نداشته باشند. خب حالا میایم قسمت هایی که قرار هست طلایی بشن رو میتونیم با هم اتچ کنیم. یا بذارید اول پایش رو هم مدل کنیم و بعد این کار رو
انجام بدیم. برای اینکه بتونیم پایه رو مدل سازی کنیم خیلی راحت میتونیم از یک سیلندر استفاده کنیم. در قسمت جیومتری سیلندر رو انتخاب میکنیم، یک سیلندر در این قسمت ایجاد میکنیم. شعاعش رو روی 1 سانتی متر میتونم بذارم، تعداد سایت هاش رو هم بیشتر کنم برای اینکه تبدیل بشه به یک استوانه. خب این رو میارمش پایین، دقیقا روی زمین قرارش میدم و این رو در جلوی کارمون قرار میدم. خب ارتفاعی زیاد شده، ارتفاعش رو کمتر میکنم تا دقیقا برسه به بالای این تسمه‌ای که داریم و دقیقا در جلوی کارمون قرارش میدم. به این صورتی که مشاهده میکنید از دید روبرو یک کپی هم میگیرم، برای این قسمت میتونم قرار بدم. اگه خواستید که دقیقاً فاصله مساوی از دو طرف داشته باشند رو میتونید این رو در این گوشه قرار بدید. دقیقاً در ابتدای این موضوع قرار میدیمش و بعد از این پایین میتونیم بگیم که مثلا 40 سانتی متر بیاد به سمت راست. خب اگه زیاد اومد یا خورده کمتر، مثلا 20 سانتی متر، این رو به سمت راست منتقل میکنیم. این رو هم دوباره کنم تا از هر دو سمت یک فاصله مساوی رو اینا داشته باشه. خب میایم به دید پرسپکتیو، یک کپی از این دوتا میگیرم، برای قسمت پشت کارمون اینها رو قرار میدم به این صورت و باید یک سری اتصال هم بین پایه هامون ایجاد کنیم. یک کپی از این بگیرم و شعاع این رو کمتر کنم و بعد این رو منتقل کنم به این بالا. خب اگه خواستید پایه ها رو بلندتر کنید میتونید اینها رو با هم اتچ کنید. یکیشون رو انتخاب میکنم، کانورت میکنم به ادیتیبل پالی و مابقی قسمت ها رو باش اتچ میکنم و بعد میتونم دوباره از دید روبرو یه مقداری پایه ها رو بلندتر کنم برای اینکه کارمون شکیل تر بشه و حالا به این موضوعی که داریم بتونم اون رو نزدیک ترش کنم. خب دوستان به این راحتی تونستیم این حجم رو مدل کنیم و در کارمون استفاده کنیم. خب میتونم قسمت هایی که قرار هست متریال طلا بگیره رو انتخاب کنم، اینها رو با هم اتچ کنم و بعداً از این متریال ها استفاده کنم و کارمون رو توی رندر هم مشاهده کنیم. خب دوستان امیدوارم که این تکنیک هم به کارتون بیاد و بتونید در پروژه هاتون از این مدل استفاده کنید. موفق و پیروز باشید.